سلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته‌تان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرفرازند که به شما برنامه تر و تازه را هجا می‌سازند. همدیاران عزیز و ارجمند، پس از 30 سالی طولانی قطارهای دوشنبه تاشکند دوشنبه براه گذاشته شد که ما مهمانان عزیز و ارجمند را بعد از چند دقیقه استقبال می‌کنیم و این روزا برای هر یک شما مبارک باشد میگوییم. اینک توجه نمایید. خلقای ازبک و تاجیک در طول عصرها همسایه نزدیک بوده، آنها را رشته های دوستی و خویش و تباری به هم می پیوندند. به هم پیوستن معنویات، ادبیات، موسیقی و طرز زندگی دو خلق یک پدیده بی‌نظیر تاریخ است. ما را تاریخ، دین، فرهنگ و عنعنه‌های مشترک متحد می‌کند. با شرافت اراده قطعی سیاسی و سیاست دوراندیشانه پرزیدنت‌ها، همکاری‌های گوناگون جنبه و رابطه‌های دوستانه کشورهای ما به زینه نو برآمد. برای ما باعث افتخار است که دو خلقی که عصر با هم دوست برادر و خویش تبار بودند و همیشه از محبت و صمیمیت همدیگر مهربانی می‌دیدند، امروز به شرافت دو پرزیدنت باز هم نزدیکتر گردیدند و باعث افتخار است که در اساس همین محبت و صمیمیتی که دو سرور دولت دارد، امروز راه آهن نیز به کار آغاز کرد. من باوری کامل دارم که این راه آهن در آینده برای رشد توریسم، سیاحی، برای رشد همکاری‌ها و زیاد شدن گردش مال و تجارت نیز مساعدت میکند و توسط این قطاره از دوشنبه تا تاشکند میهمانان زیاد آینده تشریف میارند و باز هم همکاری و رابطه های دوستانه و اقتصادی و همکاری های گومانیتری و فرهنگی گسترش می‌یابد. باوری دارم که آمدن این قطاره امکان فراهم می‌آورد که مردم تاجیک و ازبک باز هم به همدیگر نزدیک شوند و دوستی ما باز هم تحکیم یابد. پاینده باد دوستی و برادری خلق‌های تاجیک و ازبک زنده باشند. دو سرور خیرتمند و دانای تاجیکستان و ازبکستان. تاریخ 21 ایونی سال جاری در وگزل راه آهنی تاشکند مراسم با شکوهی پیشواز گرفتن پایزد مسافرکشانی دوشنبه تاشکند دوشنبه برگزار گردید. البته این نسبت به سمالیات، نسبت به اتوبوس بهترین نقلیاتی هست که مردم، مسافران و اونهایی که سفر رو دوست دارند این راه آهن رو دوست می‌دارند، چون که این هم ارزان و هم کلای و هم بسیار راحت رفت آمدن مسافران را تامین می‌کند. برای این فکر می‌کنم که این باز یک راهی که شده می‌شود، باز یک راهی که اونا رگ اساسی نقلیات می‌نامند راه آهن و فکر می‌کنم که برای بسیار مردم این یک رویداد بسیار خرسنده بخش و شادی‌آور است که این را روز سالها مردم منتظر بودند و حالا دیگر این آرزویشان جامعه عمل پوشید. در تنتنی باشکوه جانشین وزیر نقلیات ازبکستان عبدالصمد مومینوف تاکید نمود که قطاره مذکور هر هفته روز دوشنبه از شهر دوشنبه براه برآمده، روز سه شنبه ساعت 13:43 به تاشکند آمده میرسد. از تاشکند روز سه شنبه ساعت 16:15 براه میبراید. تاجیکان و ازبکان چون دادرند، در محبت زاده یک مادرند. در حقیقت امروز بسیار برای ما یک روزی تاریخی است که بعد از 30 سال ما این قطاره باز شد و ما بسیار افتخار میکنیم که با این مسافر این قطاره شدیم. وقتی که ما با خلق صحبت میکردیم در چشمان خلق یک محبت بود، یک محبت جوش خروش صمیمیگی، از خرسندی همشون اشک میریزاندن و خود ما هم همچنین همین احساساتی بسیار زیاد داریم که نمیتوانیم دیگر با شما با چه خیل گپ زنیم.
در حقیقت در هیجان هم هستیم. فرهنگ ما یک است، تنها فقط زبان ما فرق میکنه دو تمام و ما بسیار خوشحال شدیم از دیدار شما، از دیدار برادران ازبکمان و این قطاره دوستی نام دارد. قطاره دوستی که باز شد، ما میدونیم که باز این دوستی ما بسیارتر بازیشتر میشد. با این قطاره دوستی ما رو با بسیارتر پیوند میکند. همزمان جانشین وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان شاهسته سید مرادزاده در برآمد خود عاید نتیجه های نظررس در ساحه نقلیات، همکاری های بین منطقوی، رابطه های پارلمانی و فرهنگی و گومانیتری اظهار عقیده نمود. من اصلا در تاشکند به وای رسیدم. کمالات عمر من اساساً در جوانی در همین تاشکند بود. این مردم برای من خیلی نزدیک و 21 سال نه تقریبا ما حاضر یک روز به همدیگر بودن نمیتوانیم. مسافران اولین پاییز دوستی، سابقه داران مهنت، صاحبکاران، فعالان محله، ژورنالیستان، ایجادکاران و نمایندگان دیگر ساحه ها بودند. بودن آدمایی که چندین سال رفتگی نبودند، فرزندانشون اونجا بودند، خودشون اینجا بودند، از خورسندی گریه میکردن که چقدر نگاه کنید که رهبری ما کشاده شد و ما همین خیلی رفته آمدیم و چند بار با دعا دادن که رحمت همین دولت ما رحمت پرزیدنت ما که ما همین خیلی پای کنن و ما رفته آمد کردیم و دیدیم و خیلی هم نقص، خیلی هم خورسند شدم. از خورسندی دیگه نفهمیدیم که وقت چقدر گذشته تا همینجا اومده رسیدیم و شهر تاشکند خیلی شهر زیبا بود است. یکم بار اول است ما میایم با تاشکند، خیلی تماشا کردیم. مهمانان به اتوبوس های مخصوص نشسته از باغ ازبکستانی نو و دیگر جایهای جالب دقتی تاشکند دیدن کردند. همه خرد و کلان ازبکستان با خود به پیشواز گرفتن، خوب درک کردن که این پاییز زندگی است، پاییز تجارت است، پاییز سیاست است، پاییز دوستی و برادری هر دو ملت است. من این دوستی و برادری را و این پاییز دوستی و برادری را با کل مردم تاجیکستان و مردم ازبکستان تبریک میگم. برای کار بخوام ترسیت سربلند باشه. این پاییز یکی از مشروطهای بهترین برای تجارت، برای سیاحی میباشد، چون که میبینم مردم ما در شهرهای کتاب، شهر حساب، قرشی، بعد سمرقند، اون طرف نزدیکترین بخارا، از تاشکند ایستاده به خیوه و برای اونجا رفتن تماشا کردن و اومدن. یکی از این بهترین مشروطهایی که راه اوهان و غیر از این راهی به خطری نباشه. اگر از بین اگر اتومبیل سمون میگم اگر به خطری اصلا به خطری این راه اوهان نباشه. به یک سفر خوب، سفر خاطرمون و از این بعد هم میخوایم هر خیلی سفر شود، دوستی بین خلق تاجیک ازبک قوی‌تر شود. هم که رفت اومد موقع اومدین شما با طرف اون بیایید. ما هم چون جوانان زاده استقلال کوشش میکنیم که آینده انمی سیاستی که امروز انمی دو ابرمرد ملت گرفته است، ما جوانان پرتوی انا سیاست خردمندانه انمی دو مردی بزرگ شویم و کوشش کنیم که انمی دو دولت رو در عرصه بین المللی خواهیم برداشت. انا بنامی تشبس ها و انا بنامی زحمت و تلاش های انمی دو ابرمرد ملت که ما با اینجا یک قطاره مهر و محبت آوردیم، یک قطاره صمیمیت آوردیم، یک قطاره عشق آوردیم، یک قطاره مهربانی آوردیم و فکر میکنم که از اینجا 100 قطاره مهربانی، 100 قطاره دوستی، 100 قطاره التفات و برادری دوستی رو گرفته باز به تاجیکستان میبریم و این پیوند ما همیشگی خواهد بود، جاودانی خواهد بود، چون که ازبکستان و تاجیکستان این دولت‌های همسایه هستند. ما سفر داریم با امر وطن، با سپارش‌های خلق خویشتن، دوستی را جستجو داریم و از امانی گفتگو داریم. باید گفت که در مدت 4 سال آخری شریکی استراتژی و همجاوری در همه ساحه‌های اقتصادی ملی همکاری‌ها وسعت یافته، در مناسبت‌های دو جانبه کامیابی‌های نظررس به چشم می‌رسند. من juda bugün xursanman, mana iki qardaş millet tag'in azaldan bir-biri bilan do'st edi, mana yana bir-birimiz bilan yaqin bo'lganimiz. 45 yil temir yo'lda ishlab,
yangi yo'llarni qurgan insonman. Afg'oniston o'zimizning yangi yo'llar Dushanbening oxirgi yo'llarigacha o'zim o'tganman, yo'llarni almashtirganman shu vaqtida. Ikki qardosh xalqqa sog'lik, omonlik tilayman. Hamisha bu do'stligimiz abadiy bo'lsin. Poyezdlarimiz tez borib kelaversin. Jahonning shodligi yig'ilsa butkul, do'stlar didoridan bo'la olmasdan. Ilohim Tojikiston xalqimiz bilan do'stligimiz abadiy bo'lsin. Mana shu poyezd yo'limiz ravon bo'lsin. Qadri baland, qadrdon tojik xalqi doim do'stona bo'lib borib kelishlarimiz hech qachon yo'qolmasin. Poyezdlarimiz abadiy o'tsin. Men Tojikistonda tug'ilganman. Ota-bolamiz Farg'onalik. Tojikiston temir yo'lida 36 yil ishlab pensiyaga chiqdim. Mana poyezdda keldik. Bu poyezdni men o'ylagan taassurotimdan ham yuqori bo'ldi, lekin shuncha xursand bo'ldim. Shunday bizni O'zbekistonliklar kutib oldiki, men shuni ta'kidlab aytamanki, mana shu O'zbekiston xalqlariga, ayniqsa Toshkentliklar, bu yerda meni qizlarim yashaydi, nevara-cheva o'g'rilarim yashaydi. Shu xalqqa Tojikistonda butkul xalqi nomidan salomini yetkazinglar deb buyurishdi, qabul qilasizlar. Tojikiston, O'zbekiston mening vatanim. Men sening o'g'lingman, emasman mehmon. Sening tuprog'ingda ulg'aydi tanim, hozir men sen uchun bo'lmoqqa qurbon. در حقیقت میان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان مناسبت‌های نیکبینانه اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و گومانیتری با صورت ادامه داشته، این اقدام در تحکیم مناسبت‌های دوستانه نقشی بزرگ بازی ایستاده است. امروز شادی ما رو حد و کنار نیست. مبارکمان باد این همگرایی، مبارکمان باد این همدلی، مبارکمان باد این روبرو آمدن همدیگر و مبارکمان باد این همدلی. ما هم شدیم که امروز با جمع مردم تاجیکستان، مردم شریف تاجیکستان به سرزمین ازبکستان عزیز مهمان هستیم و از پذیرایی خوشش ما بسیار ممنون هستیم. در عرفیت میگویند که تا توانی دوستان را گم مکن. و ما امروز به سراغ دوستان خودمان آمدیم، به سراغ برادران خودمان آمدیم، به خانه خودمان آمدیم و شادیم از همین ابتکار دو فرزند ملت که ما را باز به هم پیوستند. میگویند که راهها پیوندگر دلها هستند و امروز ما توسط قطاره اولین دوشنبه، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، تاجیکستان، دوشنبه، تاشکند، ما به این سرزمین وارد شدیم و خود را هیچ بیگانه احساس نمیکنیم. احساس میکنیم که ما رو بروی همدلان خود هستیم، هم جوانان خود هستیم، خویش و تباران خود هستیم. پاینده بود این دوستی و احساس بسیار زیبای ما را امروز شما تامین کردید و ما آرزو میکنیم که همین همگرایی، همین همدلی، همین هم نفسی جاودانه باشد و ما باز من بعد هم در قطاره های دیگر مهمانی ما شویم و مهمانی شما باشیم و شما رو هم به سرزمین باستانی تاجیکستان عزیز دعوت میکنیم مهمانی ما باشید. تاریخ 5 می در شهر تاشکند مموراندوم میان اتفاقهای ژورنالیستان ازبکستان و تاجیکستان به امضا رسیده بود. قید شده بود که هر سال هیئت‌های ژورنالیستان دو کشور سفرهای ایجادی داشته باشند. اینک مموراندوم برای تبادل تجربه، برگزاری دوره‌های آموزشی و دایر کردن چاره‌بینی‌های مشترک زمینه فراهم آورد. در حقیقت امروز دوستی تاجیکستان و ازبکستان یک مرحله نوی رشد را کسب کرده است و ما از باغ نوی ازبکستان دیدن کردیم که در حقیقت این باغ زمانوی است، با تمام اینفراساختور زمانوی بنیاد شده است. این معرفیگری جمهوری ازبکستان در عرصه بین المللی می باشد و ما منتداریمان را بیان میکنیم که برای ما چنین یک شرایط فراهم آوردند که از موضع‌های تاریخی سیاحی جمهوری ازبکستان دیدن کردیم و واقعا دوام سالهای آخر مناسبت‌های دو جانبه، بسیار جانبه و همسایگی نیک جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان در اساس سیاست دوربینانه و موفقانه سران دولت‌ها
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев ба марҳилаи нави сифатан рушд расидааст ва мо умедворем ки бо таассуроти нек ва рӯҳияи болида ба тоҷикистон бармегардем. дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо, аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо ва мегӯянд ки об агар садпора гардад боз бо ҳам ошиност. мардуми ҳамҷавору дӯсту ҳамсоя тоҷику ӯзбекро на танҳо сарҳад, балки фарҳангу тамаддун, санъату ҳунар ва осори бои маънавӣ бо ҳам мепайвандад. ва гарчанде ки муносибатҳои нек ва дӯстии ин ду мардуми дӯсту ҳамсоя дар қаъри таърих реша дорад, дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ташаббуси сарони ду давлат робитаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ боз ҳам устувор гардид ва кушодашавии хатсайри душанбе тошканд душанбе ин боз имкон медиҳад ки дӯстиву ҳамгироии ин ду миллати бо ҳам дӯсту ҳамсоя боз ҳам устувор мегардад. бадриддин ҳилолӣ ҷое мефармояд ки бархестониҳем сари худ ба пои дӯст, ҷонро фидо кунем ки 100 ҷон фидои дӯст. маҳз анамин дӯстию рафоқат миёни ду кишвар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии дӯсту бародари мо ӯзбекистон аст ки имрӯз мо ба ин ҷо омадем ва аз таъриху фарҳанг ва зебоиҳои ин макон баҳра мебардорем. ما باید همراه خلق برادر و همسایه دوستی اصغر عصرها میراث مانده را حفظ کنیم. اینک بینندگان عزیز و ارجمند سفر اولین قطاره دوشنبه تاشکند دوشنبه که بعد از 30 سال براه گذاشته شد به آخر رسید. ما با خوشنودی و سرفرازی دوستان ما را خیربادی میگوییم. راهتان سفید باشد. در دوام چند ساعت که مهمانان همراه ما در کوچه های زیبای شهر عزیزمان در باغ ازبکستانی نو بودند، با تاثیرات هایشان با هم دیدن و همشان تشکر میگوییم. ما امید آن را داریم که دوستی خلقهای تاجیکستان و ازبکستان باز هم پاینده و استوار میگردد. تا واخری در برنامه های آینده صحتمند و سربلند و خانه آباد باشید. خدا حافظ و ناصری شماست. شهپری پرواز من، ای همدم و همراز من، ای مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. ای شهپری پرواز من، ای همدم و همراز من، ای مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. هر لحظه هستم انتظار در عهد عشقم استوار، به تو شوم من خوار و زار، در دیدن جایت میکنم. هر لحظه هستم انتظار در عهد عشقم استوار، به تو شوم من خوار و زار، در دیدن جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. ای شهپری پرواز من، ای همدم و همراز من، ای مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم.
افسانه یاران شدم سرسان و سرگردان شدم بیهوده من نالان شدم در دیده جایت میکنم افسانه یاران شدم سرسان و سرگردان شدم بیهوده من نالان شدم در دیده جایت میکنم جان را فدایت میکنم ای شهپری پرواز من ای همدم و همراز من ای مظهری اعجاز من در دیده جایت میکنم جان را فدایت میکنم ای شهپری پرواز من ای همدم و همراز من ای مظهری اعجاز من در دیده جایت میکنم جان را فدایت میکنم در دیده جایت میکنم جان را